سلام دوستای عزیزم، خوش اومدین به رادیو ترانه هستم در خدمت شما عزیزان با ادامه سرگذشت رجا. ممنون از اینکه لایک میکنید و کامنت میذارید. رجا یکی از لباسای نپوشیده رو به تن زد. موهاش رو بافت و زیر روسری پوشوند. از اتاقش بیرون زد، از پیچ راه رو که رد شد شمسی رو دید که کنار مطبخ کوچیکش ایستاده بود. قلبش به هم فشرده شد. با صورتی گرفته جلو رفت و گفت سلام دخترم، حالی چطوره؟ خدا رو شکر خوبم، ممنونم. شکر خدا، در رو باز کن که کارمون رو شروع کنیم. میدونست که منظورش پخت نانه. با اینکه هنوزم توی پخت نان وارد نبود، در مدت خالی بودن خونه عماد نسبت به خوردن غذاهای خدمتکاره دیگه حساس نبود، اما میدونست حالا که دلکش برگشته دوباره مجبور خودش نون بپزه. با این حال بدون اینکه سگرمه هاشو باز کنه گفت نیازی به زحمت شما نیست، خودم یاد گرفتم. شمسی به رو خودش نیاورد. میدونم بلدی دختر جان، اما این دستور اربابه. هر وقت خودشون گفتن دیگه لازم نیست، منم دیگه کمکت نمی کنم. رجا بیمیل قفل در رو باز کرد. بعد از شمسی داخل شد و شمسی هم مشغول آماده کردن نون و اونم مشغول فراهم کردن صبحونه شد برای عماد. همه دارن در مورد شما حرف میزنن. از اینکه چند روزی با آقا رفته بودی شهر، بعدم با یه ماشین خرید برگشتی. همه میگن آقا برای تازه عروسش خرید کرده. رجا چایو توی قوری ریخت و چیزی نگفت. شمسی ادامه داد معلومه خاطرتو میخواد. تصاویری از عماد از جلوی چشم دخترک رد شد. عمادی که تو خلوت دو نفرشون چنان جسمش رو زیر رو میکرد که دختر از دنیا فارغ میشد. عمادی که با ملاحظه‌ای که نسبت بهش داشت روحش رو نرم کرده بود و غم زن صیغه‌ای بودن رو کمی از روی دوشش برداشته بود. با مهربونی و توجهش، با بوسه های آتشین و عشقبازی های طولانی که دخترک رو به اوج زن بودن میرسوند، با این همه در پس قلبش میدونست که خاطرخواهی در کار نیست. مردی شبیه عماد خاطرخواه هیچ دختر عامی و به قول خودشون رعیتی نمی شدن. آهی کشید و بی اختیار گفت قرار به خاطرخواهی نیست شمسی خانم. مدتم که تموم بشه آقا راهی میکنه. شمسی دست از ورز دادن خمیر برداشت و گفت چرا اینجوری فکر میکنی دختر جان؟ مگه پدر عماد ارباب خلیل دلکش خانومو فرستاد پیکارش؟ اینم پسر همون پدره. لحظه چیزی در درون دل رجا تکون خورد. باعث تعجب شد. چیزی مثل امید به زندگی. یعنی دلش میخواست همیشگی با عماد زندگی کنه. همیشه خودش فکر میکرد به زور و اجباری که کنارشه. با این حال دل به این امید نداد و در حالی که مربا رو داخل ظرف میریخت گفت آقا عماد با پدرش فرق داره. این واقعیت که عماد حتی یک بار از آینده‌ای بلند مدت صحبت نکرده بود باعث میشد رجا حواسش به دلش باشه. شمسی هم عقب نکشید. یک کمی به خودت باور داشته باش دختر جان. تو هیچی کم نداری که آقا عماد بخواد به خاطرش از تو بهترون رو بیاره. میدونی چند تا ارباب ریز و درشت از شهر و روستا دختراشونو میخواستن تو سینی نقره به عماد خان بدن، اما عماد خان قبولشون نمیکرد چون سخت پسنده. حالا تو رو برداشته برده شهر، کلی برات خرید کرده. دستم روت بلند نمیکنه. دختر جونون خاطرخواه تو شده. زرنگ باش و از این موقعیتت استفاده کن. رجا لحظه‌ای همه چیزو فراموش کرد و ناخودآگاه گفت مثلا چی کار کنم؟ چشمای شمسی برقی زدن و گفت مثلا بذار یه دستی به سر و گوشت بکشم. تو دیگه دختر خونه نیستی. بذار یه بندی به صورتت بندازم. آقا دلش برات آب بشه. رجا کمی فکر کرد. به کارش ادامه داد. سینی صبونه رو که داشت می‌برد با کاظم روبرو شد. سلام کرد اما چیزی به جز چشقور نصیبش نشد. بی اعتنا از پله ها رفت بالا و وارد اتاق عماد شد.
عماد داشت ریشاشو اسلامی کرد. همین که رجا وارد شد از خدا خواسته با صورت کفی رو صندلی نشست و تیغو به سمت دختر گرفت. رجا سینی رو روی میز گذاشت و تیغو از دستای عماد گرفت. روی کارش متمرکز بود که نوازش دست عماد رو سینه‌اش احساس کرد. در حال کشیدن دایره‌ای روی بالا تنش تیغو هل زده عقب کشید و بی اختیار به عماد اخمی کرد و گفت آقا صورتتون زخم میشه. عماد ابرویی بالا انداخت. دستشو پس کشید. رجا دوباره خم شد و قسمت دیگر رو تراشید. عماد دوباره دستی دراز کرد. رجا بی اختیار رو دستش زد و گفت عماد بی توجه به تیغ توی یه حرکت فرز دستی انداخت دوره کمر رجا و اونو تو آغوشش گرفت. روی پاهاش نشوند. رجا جیغ خفه‌ای کشید. به موقع تیغ رها کرد و از اون پایین با چشمای گشاد شده به عماد خیره شد. عمادی که سر پایین آورد و گاز ریزی از گلوی رجا گرفت. رو دست من میزنی ضعیفه؟ کف باقی مونده به گردن رجا مالیده شد و باعث شد خودش رو جمع کنه و بی اختیار بخنده. ولم کنید آقا، یه موقع یکی میادا. عماد اما رهاش نکرد. بازوهاشو محکم‌تر دورش پیچید و همونطوری که گازش میگرفت از صدای خنده های دخترک مست شد. در نهایت خم شد، لباشو به کام گرفت و بوسه عمیقی بر دهان دخترک دلبرش گذاشت که تو بوسیدن تازه داشت ماهر میشد. رجا داشت میخندید. بی هوا رهاش کرد و با صدای خونسردی گفت خب دیگه بسته. صورتشو پاک کرد. افتر شیو زد و پشت میز نشست. رجا صورتشو پاک کرد و خواست بره که با صدای عماد ایستاد. مگه صبونه خوردی؟ نه آقا نخوردم. پس بیا بشین. رجا بدون حرفی رفت و پشت میز نشست. در حال خوردن بودن که در اتاق زده شد. آفت بود. با دیدنشون یک لحظه خشکش زد و لحظه بعد گفت ارباب خلیل با عماد کار داره. عماد که رفت رجا میزو جمع کرد و به سمت آشپزخونه به راه افتاد. لپه نهار رو پاک کرد. غذا رو بار گذاشت اما همچنان عماد برای نهار پیداش نشد. از اونجایی که تنها یار شمسی بود و با اونم سرسنگین بود تا شب دلش عین سیر و سرکه جوشید تا اینکه دلش طاقت نیاورد. رفت سراغ شمسی و فهمید که عماد و ارباب خلیل پی کاری به شهر فرستاده. عماد برای چند روز رفته بود. حتی یه خداحافظی سادم ازش نکرده بود. دلش گرفت و شمسی که اینو تو صورتش دید دستشو گرفت و گفت بیا بریم یه دستی به سر صورتت بکش دختر جان. تازه عروسی ناسلامتی. تو دل به خوش خیالی شمسی خندید. کدوم تازه عروس؟ عماد به خاطر ذات مردونش به اون روی خوش نشون میداد وگرنه هنوز اونو رعیتی میدید که لیاقت همسری نداره. میدونست امشب از فکر و خیال خواب نداره پس پیشنهاد شمسی رو پذیرفت. هنوز به اتاقش نرسیده بودن که آفتو دید. با آرامش از اتاقش بیرون اومد. با دیدن رجا ابتدا کمی جا خورد اما از اونجایی که مطمئن بود رجا جرأت نداره بپرسه تو اتاقش چه می‌کرده نیشخندی زد و راهشو کشید. وارد اتاق که شدن شمسی در حالی که اتاقو زیر رو می‌کرد گفت حتمی از طرف دلکش خانم اومده. فضول زنی که یه بی‌حیا. نفهمیدی این فوش نثار دلکش بود یا آفت اما پرسید دنباله چی می‌کردین شمسی خانم؟ والا دعا جادو جنبل دختر جان نمیشناسی این خانومو. اون الان انتظار داشت عماد خان تو رو کشته باشه نه اینکه باهات بگو بخند کنه که صداش تو خونه بپیچه. رجا درجا سرخ شد. پس همه شنیده بودن. شمسی نگاش کرد و گفت بیا دختر جان بیا بگرد ببین چیزی نباشه. با کمک همه اتاقو گشتن و وقتی مطمئن شدن خبری نیست به شب نشینی نشستن. شمسی با وسایلی که آورده بود صورت رجا رو بند انداخت و در برابر آخ اوخ کردنش فقط خندید و در نهایت گفت پس چطور با عماد خان سر میکنی با این طاقت کمت؟ ماشاءالله قد بلند و درشت عماد خان. صورت رجا که به خاطر بند قرمز شده بود حالا شبیه گوجم شده بود و شمسی رو به خنده انداخت. صبح روز بعد که رجا خودش رو تو آینه دید
اعتراف کرد که گوش دادن به حرف شمسی اونقدر هم بد نبوده. چهرش گشوده و خیلی زنونه تر شده بود. دل تو دلش نبود عماد برگرده و اونو ببینه، اما فکر کردن به عماد دوباره باعث می شد قلبش گرفته بشه. چرا بی خبر رفته بود؟ تو آشپزخونه بود که آفت اومد و گفت دلکش خانم با شما کار دارن. از نیشخند موزی که روی لباش بود دلش شور افتاد که خوابی براش دیدن، اما نمیتونست کاری کنه. عماد این بار نبود که ازش دفاع بکنه، پس سر به زیر به سمت اتاق بالا رفت. دلکش کنار سماور به بالش تکیه زده و ارباب خلیل در حال ور رفتن با گرامافون بود. سلام ارباب. سلام خانم. خلیل با شنیدن صداش نگاش کرد. نگاهی طولانی و در جوابش فقط سری بالا پایین کرد. دلکشم بدون اینکه جوابشو بده نگاه پرکینه‌ای به علنگوهاش کرد و طعنه زد. بخور و بخواب بهت میسازه؟ سرخ شد و دستاشو تو هم گره زد، اما سعی کرد صداشو محکم نگه داره. امری با من داشتین خانوم؟ دلکش شش قره‌ای رفت و دستور داد میری اتاق منو برق میندازی، بعدش هم میری پیش شمسی و تو نمک سود کردن ماهیا کمکش میکنی. نگاهی به ارباب خلیل کرد که هنوز گیر گرامافونش بود و امکان نداشت صداشونو نشنیده باشه. این دیگه امیر بهادر نبود که بتونه رو حرفش حرف بزنه. پس بدون اینکه مخالفتی کنه چشمی گفت و از اتاق بیرون زد. تمیز کردن اتاق کار سختی نبود، اما دل رجا از اینکه دلکش همه جواهراتش رو روی میز چیده بود به شور افتاد. هر کسی میتونست در رو باز کنه و یه تیکه برداره تهمتش به گردن اون بیفته، اما حرفی نزد. بعد تمیز کردن اتاق سر وقت شمسی رفت و کمکش کرد. صبح روز بعد از قیل و قال اهل خونه فهمید که خبری شده. آماده شد و به سراغ شمسی رفت که عین مرغ سرپرکنده دور خودش میچرخید و دائم میگفت تا چند ساعت دیگه ارباب حشمت ستوده قراره مهمون ارباب خلیل باشه. رجا نمیدونست ارباب حشمت ستوده کیه، اما میتونست حدس بزنه مهمون مهم و شخصیت قدرتمندیه. از اونجایی که کسی کاری با اون نداشت به اتاق عماد رفت و یکی از پیراهناشو برداشت و به اتاق خودش برد. میخواست از روی سایز برای عمادی پلیور ببافه. پیش خودش فکر کرد از بیکاری بهتره. نفهمید زمان چطور گذشت تا اینکه در بی مقدمه باز شد و با فکر اینکه عماد برگشته چشماش برقی افتاد، اما با دیدن آفت دوباره فهمید خوابی براش دیدن. خانم گفته بیایی کمک کنی. از رو ناامیدی آهی کشید و بافتنی رو کنار گذاشت و گفت چه کاری باید بکنم؟ مهمون خان رسیده، براشون چای ببر. به مطبخ رفت و با سینی چای از پله ها بالا رفت. قبل از رسیدن به اتاق صدای خنده های بلند خلیل و مردی رو شنید و کمی معذب شد، اما در رو باز کرد و بدون اینکه نگاهی به هر دو تا ارباب بندازه سلامی کرد. مشغول گذاشتن استکانه چای شد. جلوی مهمون که خم شد صدای بمش رو شنید و گفت سرتو بگیر بالا ببینم. به دلش شور افتاد، اما اطاعت کرد. مردی که روبروش بود موهای جو گندمی و پرپشتی داشت، چهره آفتاب سوخته و چشمایی پر از شرارت که باعث شد تن رجا برای لحظه‌ای بلرزه. آب دهنشو قورت داد. زیر لب با اجازه‌ای گفت برگشت بره، اما صدای مرد اونو سر جاش میخکوب کرد. های کلفت، ادب یادت ندادم بفهمی بدون اجازه نباید سرتو بندازی مثل گاو بری؟ گوشه لبشو گاز گرفت. چرخید و به ارباب خلیلی که بی خیال بود نگاه کرد و گفت ببخشید آقا. ارباب خلیل استکان چایو برداشت و خندید و گفت بذار بره حشمت، با نوکر و کلفت چی کار داری تو؟ رو کرد به رجا و گفت برو دختر، به اون آفت بگو انقدر تو رو جای خودش این ور اون ور نفرسته. چشم خان. از اتاق بیرون رفت و چشمای ارباب حشمت تموم مدت روش بود. نیشخندی به خلیل زد و گفت این سالا هر چی تو بساط داشتی زشت و حال به هم زن بودن. خوش سلیقه شدی ارباب خلیل. خلیل چایشو سر کشید و گفت کنیزه عماده. حشمت ابروی بالا انداخت و گفت پس سلیقه یه پسرته که بالاخره ما تو خونه تو یه منظره زیبا دیدیم.
خلیل خندید و چیزی نگفت. رجا به اتاقش رفت. وقتی آفت دوباره به سراغش رفت، حرف خلیل و مو به مو تکرار کرد و دیگه از اتاق بیرون نرفت. نمیدونست چرا، اما دلش به شور افتاده بود. ولی وقتی شمسی پنهونی به دیدارش رفت و گفت که عماد برگشته، کمی حالش بهتر شد. دوباره نشست به بافتنی تا اینکه در با لگد باز شد و دلکش با چهره‌ای در هم وارد شد. پشت سرش کاظم. دلکش با صدای طوفانی بهش توپید: حالا کارت به جایی رسیده از من دزدی میکنی دختره پاپتی؟ عماد ترنج رو به دست غلامرضا داد و پرسید: خبریه؟ اینا کی هستن؟ غلامرضا افسار ترنج رو گرفت و گفت: افراد ارباب حشمت ستوده آقا. صبح بود رسیدن. عصرم راهی میشن. عماد سری بالا پایین کرد و با قدمای بلند وارد خونه شد. نگاهی به اتاق رجا انداخت و یه لحظه به سرش زد که ارباب حشمت رو بیخیال بشه و سراغ دخترک بره. نفس عمیقی کشید، اما از پله ها بالا رفت. حشمت ستوده آدمی نبود که بشه اونو نادیده گرفت. برای خودش خدم و حشمی داشت. نفوذش تو تهران اگر از خلیل بیشتر نبود، کمترم نبود. وارد اتاق شد و با خوشرویی با حشمت سلام و احوال پرسی کرد. نشستن با هم، از هر دری گفتن و وقتی تنها شدن حشمت حرفی زد که خون تو رگای عماد یخ بست. یمن قدمت همه جا دیده میشه عماد خان. هم به کارای عقب افتاده سر و سامون دادی، هم به وضع و اوضاع این خونه. سالها بود دلم نمی کشید بیام اینجا، از بس خلیل دور و برش دختره به درد نخور جمع کرده بود. اما این کنیزه چو امروز روزمو ساخت. عماد جا خورد. استکان چایو نخورده پایین گذاشت. حشمت ادامه داد: زن زیبا نعمت خدا سرباب زاده، نباید حروم بشه. خلیل که میدونم تکپره. تو هم که شنیدم با رعیت هم به سر نمیشی. بده با خودم ببرمش. میدونم خلیل حساسه. براش صیغه میخونم هم خدا و هم خلقش راضی باشن. عماد حس میکرد اکسیژنی توی اتاق نیست. دستاش مش شده بودن و خشم داشت اونو میخورد. همین لحظه خلیل وارد شد و پرسید: چی میگین دوتایی؟ عماد رو کرد به پدرش. صداش پر از حرص و نفرت بود و گفت: ارباب حشمت دارن رجا رو از من خواستگاری میکنن خان بابا. خلیل دوباره بیخیال خندید و گفت: آیای حشمت، هنوز درست نشدی. املاک خودتو آباد کردی و هیچکی از زیر دست در نرفته. اومدی اینجا، اما دست رو بد کسی گذاشتی. اون دختر تو عقد عماده. ابروهای حشمت بالا رفت و نگاشو داد به عمادی که براش داشت سخت میشد. به سر ارباب هیز نپره و گلوشو جر نده. حشمت خندید و گفت: جادو داره این دختر حتمی، وگرنه من زیاد شنیده بودم عماد خان نگاه به رعیت نمی کنه. نوش جونت باشه پسر. جوره ای از چای خورد و گفت: سیر که شدی ازش بفرستش برام، من منتظر میمونم. عماد دیگه طاقت نیاورد و گفت: منتظر نباشید حشمت خان، اون دختر تو عقد 99 ساله منه. خدا عمر با عزت بهتون بده، اما فکر نکنم حتی خودشم 99 سال بمونه تا بتونه خدمتتون برسه. حشمت لحظه‌ای به چشمای عماد خیره شد. لحظه بعد خندید، اما خنده‌ای پر از حرص. عماد این حرامزاده رو میشناخت. اگر چشمش رو کسی گیر میافتاد، از هیچ کاری دریغ نمی‌کرد تا به دستش بیاره و بدبختش کنه. اما محال بود خواب رجا رو هم ببینه. محال بود بذاره. محال. حشمت رفت و خلیل و عماد راهیش کردن. هنوز خشم داشت اونو میخورد، اما چهرهشو خون سرد نگه داشت. داخل که شد، رفت سر وقت رجا و از در باز اتاقش اخ میکرد و از چیزی که تو اتاق دید آتیش گرفت. رجا مظلومانه اشک میریخت و کاظم داشت وسایل اتاقو زیر و رو میکرد. رجا که دیدش گریه شدت گرفت. به سمتش رفت و گفت: آقا. نگاه عماد اما بند کاظم بود که پیروزمندانه گردن بند زمردین و از گوشه بیرون کشید و کف دست دلکش گذاشت. دلکش با حرص به سمت رجا رفت و گفت: دختری پاپتی دوست. دستشو بالا برد، اما قبل اینکه فرصت کنه به رجا سیلی بزنه، عماد خودشو حایل کرد. دلکش برافروخته گفت: برو کنار عماد تا حقشو بذارم کف دستش. این دختری پاپتی گردن بند منو دزدیده. از چشم‌قوره عماد دلکش جا خورد و پا عقب کشید.
نگاه عماد کشیده شد به لباسای در هم ریخته رجا که گوشه اتاق بود. لباس نوعی که خودش براش خریده بود و اون پیراهن خواب سفیده که شب اول دخترک براش پوشیده و ازش دلبری کرده بود و صادقانه جسمشو به اون تقدیم کرده بود. چشماش طوفان شدن و زیر لب قرید: بیرون! دلکش گفت اما فریاد عماد خونه رو لرزوند: بیرون! کاظم خطر را حس کرد و قبل از دلکش به حرف اومد: خانوم بیایید بریم، آقا خودشون تنبیهش میکنن. دلکش بیمیل کنار کشید و با کاظم از اتاق بیرون رفتن. عماد در رو بست. رو کرد به رجایی که صورتش خیس اشک بود. سعی داشت از خودش دفاع کنه: آقا به خدا من کاری نکردم، من دزد نیستم. عماد جلو رفت. دخترک ترسیده به عقب رفت: آقا تو رو خدا! انقدر رفت عقب که چسبید به دیوار و عماد روی سرش سایه انداخت. دستش رو گذاشت تخت سینه دختر و پرسید: ارباب حشمت ستوده، تو رو کجا دیده؟ گریه رجا از سوال بی ربط عماد بند اومد، اما هنوز نفسش سنگین بود. بینیشو بالا کشید و گفت: براشون چای بردم. با اجازه کی بردی؟ مگه نگفتم بهت از روز اول فقط از من حرف میگیری؟ دلکش خانم گفتن. دلکش خانم غلط کرده با تو. اون آفت آشغال کجا بوده که تو رو فرستاد؟ همینجا بود، ولی گفت خانم گفته من ببرم. دست عماد لحظه ای روی سینه رجا مشت شد. ازش فاصله گرفت. دوری تو اتاق زد و دوباره رو کرد به رجا که حالا گریش بند اومده بود و داشت با کنجکاوی به عماد نگاه می کرد. عماد دستی به موهاش کشید و دوباره پرسید: از اولش بهم بگو چی بین تو و ارباب حشمت رد و بدل شد؟ من چای گذاشتم. گفتن بهم سرتو بگیر بالا ببینمت. منم نگاهشون کردم. وقتی خواستم برم بهم تشر زدن چرا بدون اجازه میرم. همین؟ به خدا که همین آقا. عماد حالا آرومتر شده بود. رو کرد به رجا. با اون لپای گل انداخته دوباره نزدیکش شد. دستش که بالا اومد دخترک ترسید، اما عماد به نرمی دستی روی ابروهای نازک شدش کشید و با مهربونی گفت: کی صورتتو بند انداخته؟ رجا که حالا کاملا آروم شده بود خجالت زده گفت: شمسی خانم. عماد گونه‌شو نوازش کرد: خوب شدم؟ جواب عماد نگاه سنگینی بود که از 100 تا جواب گویاتر بود. یک روز فقط نبود و براش این همه کار تراشیده بودن. یکی اما از بقیه واجبتر بود. دست رجا رو گرفت و از میان وسایل به هم ریخته رد شدن. بیا بریم. آقا در مورد گردنبند به خدا. عمادونو کشید داخل اتاق. در رو بست و دخترک و همونجا بیخ دیوار خفتش کرد. عمیق و مردانه بوسیدش. رجا جا خورد اما پاسخشو داد و دستش رو پهلوی عماد گذاشت. عماد بوسه هاش رو به سمت چونه و زیر گلوش کشید. با حرص جواب داد: چرندیات اون زنیکه رو لازم نیست تحویل من بدی. بازوشو دوره کمر نحیف دخترک پیچید. رو تخت پرتابش کرد و گفت: هر شب لبتو گاز میگیری که صدات بیرون نره، درسته؟ رجا جوابی نداد. آخه کل تنش داغ شده بود. عماد شروع کرد به هر چیزی که میبایست با یک معشوقه داشته باشه رو روی دخترک اجرا کردن. امشب میخوام جوری داد بزنی که همه این آبادی بشنون و بدونن دارم باهات چی کار میکنم. عماد انگشت دیگری رو شکست و به صورت سرخ شده از درد کاظم نگاه کرد. چطور سعی میکرد دردش رو فریاد نکشه. با رضایت لبخندی زد: کاظم چند بار خواستم با زبون خوش بهت بگم اما نفهمیدی. دوره قلدری تو توی این خونه تموم شده. همه سگ و شغالایی که دورت بودن و انداختم بیرون. همه کارایی که دستت بوده رو ازت گرفتم. الانم اگه خودتو نمیندازم جلو سگام برای اینه که اینجا بچرخی ببینی که چطور پسری که تو بچگی براش قلدری میکردی امپراتوری روی آب بنا شده یه تو رو نیست و نابود میکنه. موهای جوگندمی کاظمو موش کرد و با نفرت تو صورتش گفت: یک بار دیگه جرأت کنی سمت اون دختر بری
دیگه بهت رحم نمی کنم. یه جوری سر به نیستت می کنم و استخوناتم پیدا نشه. کاظم فقط با نفرت نگاش می کرد. با پوزخند چنده شاوری باعث شد عماد مشتشو بالا ببره و تو دهنش پایین بیاره. رهاش کرد و بعد از اینکه دست و صورتشو شست سراغ رجا رو رفت. داشت لباسشو مرتب می کرد. دخترک با دیدنش سرخ شد و عماد خندش گرفت. دیشب یکی از پرشورترین لحظات زندگیشو تو آغوش نحیف این دختر زیبا به صبح رسونده بود و به دور و اطرافش نگاه کرد. گفت بیا بریم صبونه بخوریم. بعدنم بیا همه وسایلتو بذار تو اتاق من. رجا جا خورد اما مخالفتی نکرد و همراه عماد به راه افتاد. هنوز به پاگرد نرسیده بودن که آفت رو دیدن. به عماد سلام کرد اما عماد به آنی یقش رو گرفت و به دیوار چسبوندش. هر دو تا گوشش رو از رو سری گرفت و چنان فشار داد که آخه آفت به هوا رفت. در حالی که رجا چشماش گشاد شده بود. عماد تو صورتش تشر زد و گفت حالا دیگه کارت به جایی رسیده برگ زن من تله میذاری؟ یک بار دیگه با اون خدیجه بشینی نقشه بکشین ببین از هست و نیست ساقطت میکنم یا نه. آفت گریه زاری را انداخت. معذرت میخواست اما عماد محکمتر گوشاشو فشرد و گفت من بودم و نبودم حق نداری سراغ زن من بری که کلفتی خانمته بکنه. حتی حق نداری باش حرف بزنی. اگه به دستوری داده انگار از زبون من حرف زده. فقط میگی چشم مفهومه؟ آفت اطاعت کرد. با همون چشمای گریون از رجا معذرت خواهی کرد و پی کارش رفت. عماد انگار نه انگار که تا چند لحظه پیشی گلوله آتیش بود. دست رجا رو با خونسردی گرفت و از پله ها بالا برد اما به جای اتاق خودش به سمت اتاق خلیل خان رفتن. جایی که دلکش و خلیل مشغول خوردن صبونه بودن. خلیل با خوشرویی از پسرش استقبال کرد اما دلکش و کاردش میزنی خونش در نمی اومد. خیلی وقت بود از امیر بهادر خبری نبود. عماد میدونست پدرش برای آرامش خونه پسر ناخلف و به تهران فرستاده که درس بخونه ولی اون تو پی خوشگذرونیاش بود. رجا زیر نگاه سنگین دلکش پشت میز نشست و دلکش گفت کار ما به جایی رسیده که با کلفت باید هم سفره بشیم. عماد چیزی نگفت. با آرامش صبونه‌شو خورد رجا اما همونطوری بغ کرده کنارش نشسته بود و دستش به چیزی نمی رفت. دلکش دوباره گفت این دختر دزده. به جای تنبیه داری ارتقا مقامش میدی؟ عماد به پشتی صندلی تکیه زد و با آرامش گفت دیشب به خاطر شما به صورت خیلی اختصاصی تنبیهش کردم. صداشو نشنیدین؟ رجا حس کرد دوست داره یه قطره آب بشه و تو سنگ فرو بره. دلکش دهنش بسته شده بود و ارباب خلیل اما بی صدا میخندید. عماد استکانش رو روی میز گذاشت. در حالی که میایستاد دست رجا رو گرفت و گفت برای اینکه دیگه مشکلی پیش نیاد از امشب میبرم ور دل خودم میخوابونمش. از صبح تا شبم جز این که به من سرویس بده کار دیگه ای نباید بکنه. شما هم دیگه فکر این که بخواین سر وقت کاری بفرستینشو نکنین چون دوباره دست گل به آب میده و مجبورم تنبیش کنم و شما رو بیخواب کنم. دلکش لبیشو گاز گرفت که چیزی نگه و عماد وقتی فهمید ضربه‌ای که زده کاری بوده دست رجا رو گرفت و از اتاق بیرون رفت. عماد کنار پنجره ایستاده بود. پیپ میکشید و به رجا نگاه میکرد که وسط انبوهی از لباسا نشسته بود و اونا رو توی چمدون میذاشت. یکی دیگر از پیراهنای عمادو برداشت و بالا گرفت. خواست چیزی بگه که عماد گفت سرمو بردی رجا. یه چمدون ببند باید بریم. لنگ ظهر شد. دخترک انگار نسبت به توپ و تشار عماد بیخیال شده بود. شونه‌ای بالا انداخت و پیراهنو توی چمدون گذاشت و گفت یکی دو روز که نیست آقا 3 ماهه. باید لباس به اندازه برداریم. نگران نباش. حتی اگه هیچی با خودم نبرم انقدر پول دارم که به رهن تو کوی برزن نرم.
دخترک زد زیر خنده و از چشقوری عماد خندش رو جمع کرد. سریعتر لباسا رو جمع و جور کرد و میخواست باقی لباسا رو تو کمد بذاره که عماد متوجه یه بافتنی مشکی رنگ شد. یقین داشت خودش نخریده. رفت جلو، خم شد، اونو برداشت. یه پلیور مردونه که باعث شد خشم توی رگاش بجوشه. نگاه طوفانیشو داد به دخترک. این از کجا اومده؟ مال کیه؟ رجا گوشه لبشو گاز گرفت و گفت برای شما، من براتون بافتم. خشم عماد به آنی فروکش کرد. مشخص بود پلیور نو و پوشیده نشده است. دوباره نگاش کرد و از مهارت رجا توی بافتن به ذوق اومد. این دختر از هر انگشتش 10 تا هنر میریخت. مگه سایز منو میدونستی؟ از روی یکی از پیراهناتون برداشتم. لبخندی زد و پلیور رو به رجا داد. در حالی که سرشو نوازش میکرد گفت اینم برام بذار. رجا خندید و عماد خلقش باز شد. بالاخره جمع و جور کرد و راه افتادن. زمستون شده بود. از اونجایی که دیگه کاری نبود، ارباب خلیل به عادت هر سال همراه دلکش به رشت رفت و عماد تصمیم گرفت همراه رجا به تهران بره تا به کسب و کارایی که اونجا داشتن رسیدگی کنه. خونشون برخلاف رشت سرایدار نداشت و به محض رسیدن عماد یک راست به اتاق خواب رفت و خوابید. صبح که بیدار شد رجا رو ندید. به طبقه پایین رفت و دید همسر کوچیکش همه جا رو برق انداخته. سفره رو چیده، حتی نون تازه گرفته. داخل آشپزخونه که شد اونو دید که حالا نه لباس دهاتی بلکه یکی از پیراهنایی که یه روز با هم خریده بودن به تن داشت. موهاشو به جای بافتن از 2 طرف به پشت گیره زده بود و داشت استکان می شست. از گوشه یه چشم عماد دید و با لبخند به طرفش برگشت و عماد دید که صورت زیباش رو کمی آرایشم کرده. خوب که نگاش کرد کم از زنای درباری نداشت، نه لباسش، نه ظاهرش و نه منشش. صبح بخیر، بفرمایید بشینید براتون چای بریزم. میخواست از کنار عماد رد بشه اما عماد کمرش رو گرفت و به خودش چسبوند. بوسه عمیق از لباش گرفت. تو کی بیدار شدی که اینقدر بشور بساب کردی؟ رجا رو رها کرد و سر میز نشست. دخترک چای ریخت و جواب داد خسته نبودم که شما رانندگی میکردین، من همش خواب بودم. راست میگفت، بیشتر زمان سفر خانم توی خواب تشریف داشتن. عماد تیکه‌ای از نونو برداشت و دوباره پرسید نونوایی رو از کجا پیدا کردی؟ رجا آهی کشید. خونه مادام توی 2 تا کوچه پایین تر بود. این محله رو خوب میشناسم. عماد ابرویی بالا انداخت. اینجا محله گرونی بود. هر کسی نمیتونست توی این محل زندگی کنه. لقمه رو جوید و گفت مگه شوهرش چی کاره بوده که این همه ثروت براش گذاشته؟ رجا کمی مکث کرد و گفت دقیق نمیدونم، ولی مرد ثروتمندی بودن. برای عماد عجیب بود که رجا از شغل همسر سابکارش خبر نداشت، اما ذهنش به جای دیگه ای نرفت و صبونه‌شو خورد. رجا کمی حرفشو مزه کرد و گفت امروز بریم لاله‌زار، دلم خیلی برای اونجا تنگ شده. عماد سری بالا پایین کرد و گفت آره میریم، خودم چند جا کار دارم، خریدم دارم. عماد داشت دکمه‌های پیراهنشو میبست که نگاش گیر کرد به صندوقچه کوچیک رجا که همچنان قفل شده تو گوشه‌ای از کمد بود. صندوقی که ظاهراً انقدر براش مهم بود که حتی برای یک سفر 3 ماه با خودش آورده بود. با صدای رجا چشم از صندوق گرفت. رو سری بپوشم یا نه؟ برگشت و نگاش کرد. یه دست کت و دامن سرمه شیک به تنش بود و رو سری به دست بهش نگاه میکرد. کتشو پوشید و پرسید خودت چی دوست داری؟ رجا صادقانه جواب داد با مادام که زندگی میکردم رو سری نمی پوشیدم. عماد سری بالا پایین کرد. برای من حجاب موهات مهم نیست، هر طوری که خودت راحتی بیا. رجا رو سری رو روی تخت انداخت و با عماد راهی شدن. با چشمای برق افتاده بین مغازه ها میچرخید. از عطر و لباس گرفته تا کیف و کفش خرید کرد و هر خریدی که میکرد قلب عماد سر ذوق می آورد که اون رو تو تنش ببینه. مشخص بود دخترک توی خرید ماهره.
حتی چند تا مغازه‌دار اونو بلافاصله شناختن و بهش تسلیت گفتن و عماد بازم بیشتر تعجب کرد از زندگی این دختر که انگار از دل داستان سیندرلا بیرون اومده بود. دختری که حالا عماد خوب میدید لیاقت بهترینا رو داره، لیاقت شاهزاده سوار بر اسب سفیدی که اونو به آرزوهاش برسونه، نه اربابزاده‌ای که اون رو سیاه و کبود کرده بود. با این حال دست رجا رو محکم‌تر گرفت. انقدر خودخواه و مغرور بود که بیشتر از دخترک به خودش فکر کنه که چه آرامشی و لذتی از این زیبارو می گرفت. شاید رجا سزاوار از اون بود که این دنیا همینه، این دنیا برای کسی دل نمی سوزوند و انگار با خوبا بدتر تا می کرد تا اونایی که لیاقتشون افتادن توی چرخ گوشت روزگاره. رجا دنبالش راه افتاده بود، مغزشو میخورد. خب من بیام برم تو آشپزخونه‌شون کمک کنم. همونطوری که لباساشو از کمد در می آورد خون سرد گفت نه مگه تو کلفتی؟ بیام کنارت وای میستم هیچی نمیگم. مجلس مردونه است، این 100 دفعه. اصلا تو ماشین میشینم تا برگردی. نمیشه. عماد من دلم میگیره تنهایی. و این اولین باری بود که اون رو به اسم کوچیک صدا میزد. باعث شد برگرده و نگاش کنه. رجا انگار تازه فهمیده بود چی گفته. سرخ شد و سرشو پایین انداخت و گفت ببخشید آقا. عماد خندید. چونشو بین انگشت شست و اشاره گرفت، سرشو بالا آورد. چشمای رجا زنده و روشن و جوون بود و عمادو تو خودش غرق میکرد. خم شد. بوسه‌ای روی قنچه صورتی لباش گذاشت و گفت عمادو بیشتر از آقا میپسندم. هم الان همون موقعی که از خوشی داد میزنی، پس راحت باش. رجا مثل گوجه فرنگی سرخ شد و عمادو به خنده انداخت، اما خندشو خورد، رهاش کرد و گفت اما تو رو به روح اون مادام انقدر مغز منو نخور. من کار دارم بچه. دوباره پررو شد. پس من چی کار کنم تنهایی؟ میتونم ببرمت خونه ی خالم تا با سیمین معاشرت کنی. اون تنها فامیلیه که تو تهران دارم. با توجه به رابطه‌ای که با سیمین داشت و رجا شاهدش بود، انتظار داشت خلق دخترک تنگ بشه. چشماش اما برقی افتاد و گفت سیمین خانم، ایشون ماهن. الان آماده میشم. تون لباس پوشید. بعد سراغ یکی از بسته های نوع عطری که خریده بود رفت و گفت نمیشه دست خالی برم. اشکال نداره اینو براشون کادویی ببرم. اما تنها سرشو تکون داد و به فکر فرو رفت. یعنی رجا روی اون غیرت نداشت که برای رفتن پیش معشوقه قدیمی همسرش انقدر ذوق میکرد. این یعنی رجا دوستش نداشت. نفسش تنگ شد. سرشو تکون داد و سعی کرد افکار مریض رو دور بکنه. مگه چی میشد اگه رجا دوستش نداشت؟ مگه اصلا خودش دوستش داشت؟ نه نداشت. معلوم بود که نداشت. همون بهتر که علاقه‌ای در بین نباشه. به یاد بوسه های دخترک رو تن و بدنش افتاد. به یاد شبایی که خودش رو تو آغوش عماد جا میکرد. مگه اصلا خود اون دخترک رو دوست داشت؟ نه نداشت. معلوم بود که نداشت. همون بهتر که علاقه‌ای در بین نباشه. به یاد بوسه های دخترک روی تن و بدنش افتاد. یاد شبایی که خودش رو توی آغوش عماد جا میکرد و یاد چشمای برق افتادهش موقع عشق‌بازی. یعنی همه اینا دروغ بود، عدا بود. رجا رو تو سکوت به خونه سیمین رسوند و خودش رو خورد تا شب دخترک رو خراب نکنه. این حرفا مال اونا نبود. عشق و عاشقی تیپ عماد نبود. وقتی دید که سیمین چطور دخترک رو مثل یه مادری تو آغوش گرفت و به داخل خونه برد، از کار روزگار خندش گرفت و از اون بدتر از حال زنا چی تو فکرشون بود رو عماد نمیتونست بفهمه. با دستی که روی شونش خورد حرفشو با یکی از افراد حاضر تو مهمونی قطع کرد و برگشت. با دیدن انوش گل از گل شکفت و رفیق سالای قربتش رو تو تنگ آغوش گرفت. چطوری پسر؟ کی اومدی؟ انوش از آغوشش جدا شد و گفت چند هفته میشه خانزاده، مشتاق دیدار بودم. عماد از جمعی که چون بود معذرت خواهی کرد و همراه انوش به گوشه ای رفت و کنار هم نشستن.
جام شرابی برداشتن و صحبتشون گل انداخت. اوضاع احوال چطور خانزاده؟ خوبه، تو از خودت بگو. کی اومدی؟ کی بر میگردی؟ ماه پیش اومدم اما فکر نکنم دیگه برگردم. عماد با تعجب گفت مگه قرار نبود تو بیمارستان مشغول بشی؟ قرار بود، اما از سفارت پیغام فرستادن که اعلیحضرت میخوان با یک سری از دانش آموخته ها دیدار داشته باشن. خب؟ انوش لبخندی زد و گفت هفته پیش خدمتشون رسیدیم. خدا برای این آب و خاک نگهشون داره عماد. فکرای زیادی برای آبادی این ملک و خاک دارن. میخوان بیمارستان و دانشگاه تأسیس کنن. میخوان این مردم فلک زده رو که 1400 ساله به اسیری خرافه عرب بیریشه گرفتار شدن آزاد کنن بالاخره. بله، عماد خبر داشت. از نقشه های پیشرفتی که تو سر اعلیحضرت بود خبر داشت و اگرچه از اون استقبال میکردم و میدونست خرافات این مردم فلک زده بالاخره جایی کار دستشون میده. جرعه‌ای از شرابشو نوشید و گفت پس موندگار شدی. درسته، من بیشتر عمرم اونور بودم، اما این خاک پاک دامنگیر عماد اینطور نیست. چرا همینطور بود؟ عماد نمیتونست انکار کنه که روزا و شبای زیبایی تو پاریس داشت، اما این سالها به دلتنگی گذشته بود. دوری از این وطن کهن مثل حفره‌ای بود که هیچ شور و اشتیاق و آتش جوانی که تو آغوش زیبا رویان داشت، هیچ احترامی که به خاطر پولش بین مردم داشت، نمیتونست اون رو پر کنه. بی اختیار به یاد رجا افتاد. وقتی که خسته از یک عشق بازی پرشور روی تن برهنش به خواب می رفت و عماد با تمام وجودش حس می کرد که بهشت خدا همونجا توی اون آبادی بدون برق و گاز و در آغوش همون دختر ساده و نجیبه. با صدای خنده انوش به خودش اومد و گفت چند وقته؟ اخماش تو هم رفت و گفت چی چند وقته؟ که به تیر غیب عشق گرفتار شدی. ابروهای عماد بالا رفت. پوزخندی زد، اما انوش پیش دستی کرد. انکارش نکن عماد. من تا به حال تو رو انقدر آروم ندیده بودم و این آرامشیه که فقط آغوش زنی که عاشقشی میتونه به یه مرد بده. فالگیرم شده بودی و خبر نداشتم؟ انوش خندید و گفت عشق چیزی نیست که بشه پنهونش کرد. نه وصلش رو نه فراقش رو. اشاره‌ای به گوشه‌ای از مجلس کرد و گفت نگاه کن، مثل بیمار در حال احتضاره. آوازش تو تهران پیچیده. همایون سپهسالار. عماد به سمتی که انوش اشاره کرد نگاهی کرد و پسر جوونی رو دید، آراسته و خوشپوش و خوش قیافه، اما پوستی زرد شبیه بیماران و چشایی گود رفته داشت. جام شرابش رو میز گذاشت و پرسید پسر ارسلان سپهسالار؟ مگه فرانسه نبودن؟ چرا؟ اتفاقا تو این سالها با هم دوستی و مراوده ای داشتیم. پزشکی رو تموم کرده، همراه پدرش برگشته. اعلیحضرت همه رو خواسته. گفتم که قصدشون برای آبادانی جدیه. عجیب نبود. خانواده سپهسالار از معروفترین و ثروتمندترین خانواده های با اصل و نسب تهران بودن. پدر بزرگ این همایون، هژیرخان سپهسالار، یکی از صرافای بنام بود و برا خودش برو بیایی داشت. بعد فوت اون پسراش راهشو در پیش گرفتن. اما به جز پسر بزرگش که اسمش تو خاطر عماد نبود، بقیه رفته بودن فرانسه و اونجا موندگار شدن. چشم از همایون گرفت و پرسید اگه عاشقه اینجا چی کار داره؟ بره فرانسه دنبال معشوقش. معشوق ایرانیه. این شازده تیال عرض کرده که به وصالش برسه. مثل اینکه دختر عامی بوده و خانواده‌اش پرش دادن. عماد میخواد سوال دیگه ای بپرسه، اما انوش بلند شد و گفت بیا بریم یه سلام احوال پرسی بکنیم. زشته. قراره یک عمر چشم تو چشم هم باشیم. با هم دیگه به سمت خانواده سپهسالار رفتن. سلام و احوال پرسی کردن. همایون برخلاف ظاهرش که شبیه شیره‌ای ها بود، با انرژی و آداب اشرافی با عماد گرم گرفت و از کار و بارش گفت که یکی از سرمایه گذاران اصلی بیمارستان کودکان در حال ساخت بود و دلش میخواست بتونه برای بچه ها کاری بکنه.
با عموی جوانم آشنا شد و موقع معرفی اسمشو به یاد آورد. اسفندیار سپهسالار. شب به پایان رسید. اونایی که سنشون بیشتر بود به خونه رفتن و جوان‌ترها اما موندن به مشروب خوری که تازه سر شبشون بود. عماد و انوش توی حیاط کنار هم نشسته و از جام شرابشون می‌خوردن. حرف می‌زدن که همایون با شیشه‌ای در دست اومد و کنار ستون ولو شد. سیگاری آتیش زد، به آسمون خیره شد. انوش نفس عمیقی کشید و همونطوری که معلوم بود از حال و احوال همایون ناراحت بود. به طرفش رفت، زیر بازوشو گرفت، کمکش کرد رو صندلی ولو بشه. همایون سرشو بالا گرفت و خیره به سیاهی شب آهی کشید. انوش شیشه رو گرفت و گفت بس همایون، خوب خودت پزشکی، میخوای خودتو به کشتن بدی؟ همایون بدون اینکه چشم از آسمون بگیره جواب داد نه ترس، چیزیم نمیشه، چون این شرابا همه قلابین. اگه کاری بلد بودم بکنن 1 دقیقه از خود بی خودم میکردن که نفسی بکشم. مردم از این غم، مردم. عماد سیگاری آتیش زد و همایون که عمیقا ناراحت بود گفت میرم براش 1 فنجون قهوه درست کنم که 1 کمی از سرش بپره. خودم باید برسونمش خونه با این اوضاعی که داره. رفت و عماد بعد اینکه کامی از سیگارش گرفت گفت هیچ دختری ارزش نداره شازده که خودتو به خاطرش به این حال و روز بندازی. همایون نگاش کرد. نگاش برخلاف شلوول بودن بدنش حرفشو ثابت میکرد که هوشیاره. پرسید شما تا به حال عشق و تجربه کردین؟ چشمای درشت رجا از جلو چشمای عماد رد شد. نفهمی چرا قلبش تپش گرفت، اما بی مکسرشو به چپ و راست تکون داد و گفت من کارای مهمتری از عشق و عاشقی دارم. همایون نجیبانه خندید، آهی کشید و گفت شبی تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحلها. خودت رو از این دام رها کن، به زندگیت برس. دنیا به این بزرگی مگه زن قحطه؟ من به میل خودم مبتلا نشدم که علاجشو بدونم. منم مثل شما فکر میکردم کارای مهمتری از عشق و عاشقی دارم. اما با اولین لبخندی که کنار رود سن بهم زد همه اولویت‌های زندگیم جا به جا شد. دست تو جیبش کرد، عکسی بیرون کشید و عین یه مجنون خیره به عکس ادامه داد. یادت میاد ستاره من؟ یه روز بارونی بود توی یه کافه کوچیک. بهم گفتی دوست داری تا ابد همونجا بمونی. بهت گفتم این کافه رو برات میخرم که بشه خونه ی عشقمون. چرا نموندی؟ کجا رفتی؟ صدای رجا تو سر عماد پیچید. گفته بود دوست داشت یه کافه کنار رود سن داشته باشه. آخه معتقد بود اونجا زیر بارون خیلی زیبا میشه. شاخکاش تیز شد. نگاش گیر کرد به عکس تو دست همایون که بخش سفیدش به اون بود، اما نفهمی چرا دلش شور افتاد. سیگارو خاموش کرد و پرسید اسمش ستاره بود. اخمای همایون در هم رفت. نگاه پر از غیظی به عماد انداخت و عکسو به جیبش برگردوند. نگاشو داد به آسمون و سیگار دیگه آتیش زد. عماد خندید، خنده‌ای تصنعی و گفت غیرت بازیدی که برای طبقه روشن فکر ایران دموده شده همایون خان. همایون تلخ خندید و گفت اگه غیرت داشتم الان معشوقم تو آغوشم بود، نه اینکه ندونم کجاست و چه میکنه. برای یه لحظه روی بوم من نشست و بعد پرش دادن، عزیزترینام پرش دادن. پرهرس خندید، دست دراز کرد و بطری شراب و برداشت و سر کشید. شیشه رو روی زمین کوبید و با نفرت ادامه داد. گفتن بی اصل و نسبه، بی ملک و املاکه، آمیه. اینا رو گفتن و پرش دادن. دوباره غمگین شد و نگاهشو داد به آسمون. حتما به خودشم اینا رو گفتن. قلب کوچیکشو شکوندن که رفت و همایونشو به سرنوشت شومش سپرد. اصل و نسب به چه درد من میخوره وقتی اون ستاره راهنمای زندگی من بود، آخرین ستاره شب سیاه من. انگاری سنگی تو گلوی عماد انداخته بودن. نفس کشیدن و براش غیر ممکن کرده بود. برای اون که تو مازندران به دنیا اومده بود، آخرین ستاره شب
ستاره‌ای که راهنمای مسافران در راه مونده بود معنی دیگه‌ای جز رجا نداشت. صدای رجا تو سرش پیچید که میگفت اصلاح ریش مردونه رو از پسر بزرگ مادام اسفندیار یاد گرفته و شکی که به دلش افتاده بود قوی تر شد. همایون چشماشو بست. در حالی که به خواب میرفت زمزمه کرد ای بی خبران ز درد و آهم، خیزید و رها کنید راهم. من گم شده ام مرا مجویید، با گم شدگان سخن نگویید. چشماش که بسته شد عماد آب دهنشو قورت داد تا مگر این سنگو فرو ببلعه، اما این سنگ توی سینه‌ش افتاد. با بدنی گر گرفته ایستاد و بالای سر جوون رفت. دست تو جیبش کرد و عکس معشوقه همایون رو برداشت. یک نظر انداخت به دخترکی که پیراهن دخترانی زیبایی به تن داشت. خرمن گیسوی برنگ شبش روی شونه ها آویزون بود و با معصومیت به دوربین خیره شد. روحش سوخت، چشمش سوخت و از همه بدتر قلبش سوخت. این عکس رجای اون بود که تو جیب همایون بود. این همسر اون بود که همایون تو فراقش آه و ناله می کرد. همسرش بود که همایون با اون کنار رود سن قدم زده بود. آخرین ستاره شب همایون رجای اون بود. دستش مشت شد. پره های بینیش گشاد شدن. نگاهی به همایون کرد و حس کرد دلش میخواست سر بیخاصیتش رو بشکافه و فکر و خیال رجا رو از اون بیرون بکشه. این مردک قرتی که 2 ساعت بود داشت در غم عشق زن اون زرزر میکرد. چی شده عماد؟ با صدای انوش به خودش اومد. نفس عمیقی کشید. عکس رجا رو تو جیب کتش گذاشت و بدون اینکه چیزی بگه سوار ماشین شد و به سمت خونه روند. تو طی مسیر خیالاتی که از چشماش رد می شدن حتی نزدیک بود چند بار ماشین رو به در و دیوار بکوبه. تصاویری از رجا و همایون دست تو دست هم و از اون بدتر در آغوش هم. ماشین رو پارک کرد. با قدم‌های بلند وارد شد و مستقیم رفت سر صندوقچه کوچیک دخترک. قفلشو با چکش شکست و درشو باز کرد. داخل صندوق چند تا کاغذ بیشتر نبود و عماد توی دل دعا کرد اون چیزی نباشه که در خیالشه. نامه اولو که گشود فهمید کابوس اون شب شوم تازه شروع شده. نامه از طرف همایون بود، خطاب به دلبرکش رجا. نامه ای سراسر مهر و محبت با وعده های از آینده ای درخشان که پیش روی هر دوشون بود. نامه دوم و سوم هم همین بودن. عاشقانه ای از مرد ثروتمند و تحصیل کرده ای که گویا با همسر او اوقات خوشی رو تو پاریس سر کرده و تو نامه ها با یادآوری اون خاطرات خوش لحظه شماری می کرد که ستاره راهنمای زندگیشو هرچه زودتر به دست بیاره. ازش قول میخواست دل به کسی نده تا شازده درسشو تموم کنه و به نزد شرفیاب بشه. نامه 4 اما یک ورق خالی بود که فقط یک خط اون نوشته شده بود. همایون عزیزم. همین. این دستخط رجا بود. نامه ای که میخواست خطاب به همایون عزیزش بنویسه. ناتمام مونده بود. تصویری از رجا پیش چشمش اومد. وقتی سرزده به اتاقش رفته بود و خانومو دیده بود که با کاغذی توی دستش خوابیده بود، با یکی از همین کاغذها. اون دختر بی‌حیا هر شب با نامه‌های همایون و به یاد عشق همایون میخوابید. حالا که به اندازه کافی شنیده و دیده بود و خونده بود، نامه‌ها را رها کرد و ایستاد. حالی داشت که به عمرش تجربه نکرده بود. خشمی که خونش رو گرم کرده بود و از اون بدتر داغی که به سینش نشسته بود. این بچه‌ای که مادرش رو از دست داده. نگاش گیر کرد به تخت 2 نفره‌ای که توی این چند شب گذشته عشق بازی‌های طولانی و لذت بخشی با همسرش اونجا داشت. با همسری که دل در گروه دیگری داشت و حالا این خشم بود که بر احساسات دیگه غالب شده و آنچنان اونو منقلب کرده بود که به جون تخت خواب افتاد و این آغاز دیوانگیش بود. چند دقیقه بعد آینه و شیشه های پنجره شکسته بودن
ملافه ها رو زمین، بالش ها از پر خالی شده بودن، کمد برگشته و لباس هاشون کف زمین ریخته بودن و خونی که از دست عماد جاری بود. داشت میسوخت، قلبش داشت میسوخت، دیوانه شده بود. اون دختر احمق شانس داشت که جلوی چشماش نبود وگرنه اون رو هم عین ملافه ها و بالش رو جر و جر میکرد. دختر بی‌حیایی که در عقل اون بود و دل در گرو مرد دیگه‌ای داشت. به طبقه پایین سراغ مینی بار مشروب رفت و ویسکی کاربلدی رو برداشت و جرعه به جرعه نوشید تا بدن شل شد و روی صندلی ولو شد. باورش نمیشد از زنی این طور رو دست خورده باشه. اونم از زنی که فکر میکرد دهاتی و پخمه است. یعنی رابطشون تو چه حدی بوده؟ این سوال داشت دیوانش میکرد. مطمئن بود دخترک باکره بوده. زیر دست خودش زن شده بود، اما روحش چطور؟ اون قطعاً باکره نبود و درد این مصیبت برای عماد کمتر از اون یکی نبود. رجا عاشق یک مرد دیگه بود، با اون کنار رود سن قدم زده بود. با اون برای آینده‌اش برنامه ریزی کرده بود. نامه‌هاش رو با وجود داشتن شوهر از خودش جدا نکرده بود. نمیدونست اثر الکل یا بیجونی که بعد از اون انفجار بهش دست داده بود، اما چشماش تر شدن و به خودش خندید. زندگی دختره رو به گوه کشیدی، حالا طلبکارم هستی. دختری که به زور به عقد تو در اومد و به زورم کنارت موند. چرا باید عشقی مثل همایون رو فراموش میکرد؟ به خاطر اخلاق خوشت یا کتکی که ازت خورد و تا دم مرگ رفت؟ یا اینکه با این سن و سال کردیش زن صیغه‌ای، یک بارم بهش وعده ندادی که شاید همیشه نگهش داری؟ دوباره خشم ابرای سیاهش رو به قلبش فرستاد. شایدم به همین امید داره که یه روز ولش کنی تا خانم بره به وصال معشوقش برسه. برای همینه همیشه اینقدر سر حاله. شاید اصلا با فکر اونه که اینقدر کنار تو حال میکنه، یا فکر اون داره بهت حال میده. اونو تصور میکنه، اون مرتی که یه قرتی رو. جرعه دیگه از مشروب خورد و با نفرت لب زد. حسرت آرزوی این مرتی که یه فکل کراواتی رو به دلت میذارم رجا. حالا تو بشین و نگاه کن. صدای انوش تو سرش پیچید که میگفت عاشق شده و نفهمید دوباره کی چشماش تر شد و در حالی که تسلیم خواب میشد لب زد. تو اون روحت انوش. با دردی که تو دستش پیچید از خواب بیدار شد، اما قبل از اینکه بتونه چشماشو باز بکنه از درد نبضداری که تو سرش بود صورتش در هم رفت و آهی کشید. چشم باز کرد، رجا رو دید که پایین پاش نشسته و در حال بستن زخم دستشه. با دیدن چشمای بازش بدون اینکه دستشو رها کنه با عجله گفت ببخشید الان تموم میشه. نگاهی به دستش انداخت که الان با پارچه‌ای تمیز بسته شده بود. دوباره پلکی زد و اطرافش رو نگاه کرد. مغزش خالی بود، اما چیزی آزارش میداد و نمیتونست به یاد بیاره چی بود. صدای فین فین رجا رو شنید، دقیق تر نگاش کرد و اولین قطره که از چشمش افتاد همه چیزو به یاد آورد. ناگهان با همون دست زخمی که دخترک داشت تیمارش میکرد هجوم برد و گردن ظریفش رو گرفت. دختر بی حیا رو از رو زمین بلند کرد و رجا چشمای خیسش رو دوخت به همسرش و فقط یک کلمه نالید: عماد. صدای زنانه و ظریفش داغ دل عمادو تازه کرد. یعنی همایون رو هم با همین ناز صدا می زده؟ یعنی همینطوری با این ناز، با این زیبایی صداش می کرده؟ گردن دخترک رو رها کرد. بدون اینکه به ولو شدنش روی زمین اهمیتی بده، راهی آشپزخونه‌ش رو داشت دیوونه می شد. داشت دق می کرد. این دختر اگر عقل داشت می بایست 100 تا سوراخ قایم می شد. آخه عماد از اون روز نحسی که دختر رو به بیخ ریشش بسته بودن دیوانه تر بود. چند تا مشت آب خنک به صورتش پاشید که فقط جسمش رو کمی خنک کرد و به آتیش درونش نرسید. با صدای زنگ تلفن به پذیرایی برگشت. بی توجه به رجایی که باغ کرده رو زمین نشسته بود جواب تلفن رو داد. انوش پشت خط بود. همایون اینجا زمان.
خیلی بیقراری میکنه. میگه عکس ناموسشو تو برداشتی. بهش میگم این غیر ممکنه، اما گوش به حرف من نمیده. عماد نگاهی به رجا کرد. رجا ناموس همایون بود. به قبر پدرش خندیده بود، مرتیکه بی آبروی شیره‌ای. با حرص و کینه به رجا خیره شده بود و خطاب به انوش گفت: راست میگه، عکس دست منه. انوش انگار جا خورد. لحظه ای مکث کرد و گفت: چرا این کارو کردی عماد؟ این پسره داره سکته میکنه. بیار پسش بده. باشه، بگو بیاد بگیره. یعنی چی این حرفا؟ دیوانه شدی تو؟ بله، دیوانه شده بود. دوباره با صدای جدی گفت: آدرس بده بیاد اینجا، من خونم. و بعد از اینکه منتظر جواب انوش باشه تلفن رو قطع کرد و رفت روی سر رجا سایه انداخت. دخترک سرش رو عقب برد. از همون پایین نگاش کرد، خم شد، چونش رو گرفت و با نفرت فشار داد. عاشق بیقرارت داره میاد اینجا رجا خانم. نمیدونی دیشب چقدر زر زد که نگران حال و احوالته. گفتم بذار از دل نگرانی در بیاد که جات امن و امانه. رجا نالید: عماد، من. خفه شو رجا، خفه شو زنی که یه بی‌حیا. خفه شو وگرنه همینجا میکشم تو همین باغچه خاکت میکنم. به خدا قسم که این کارو میکنم. رجا که سرخ شد یک ضرب رهاش کرد و به طرف پله ها رفت. اما دخترک ایستاد و گفت: من کاری نکردم که با من اینطوری رفتار کنی. من بی‌حیا نیستم. عماد آتیش گرفت. راه رفته رو برگشت. یقه‌شو با دو دست چسبید و کمی بالا آورد و تو صورتش قرش کرد و گفت: دیگه میخواستی چه غلطی کنی که نکردی؟ عاشق یه مرد دیگه بودی، اومدی خودتو انداختی تو زندگی من. با خیال یه مرد دیگه کنار من خوابیدی. نامه های عاشقانه یه مرد دیگر رو تو خونه زندگی من، بیخ گوش من، تو اتاق خواب من آوردی. باید همینجا بکشمت. هر مرد دیگه ای بود تو رو تا الان از بین برده بود. میخواستم نامه ها رو بهش پس بدم، برای همین نگهشون داشتم. رجا بدون گریه و با صدای محکمی اینو گفته بود. عماد ماتش برد. به خدا که دارم راست میگم. عماد لحظه زیر نوازش دخترک چشم بست و لحظه دیگه حالش از خودش به هم خورد. آخه رجا دستشو بالا آورده بود و داشت صورت عماد رو ناز میکرد. از خودش حالش به هم خورد که انقدر در برابر این دختر ضعیفه. به کناری هلش داد. رو صندلی نشست و سر پر دردشو تو دستاش گرفت. سرشو بالا گرفت و دل شکسته گفت: پس دوستش داشتی؟ لبای رجا لرزید و عماد به آنی گفت: تو غلط کردی. رجا بلافاصله ترسید. خودشو به رجا رسون، کنارش زانو زد و به بازوش چنگی انداخت و گفت: هنوزم دوستش داری؟ هنوزم؟ نه، دوستش ندارم. به خدا قسم میخورم. قسم دروغ نخور کثافت. رجا فریاد زد: من کثیف نیستم. من فقط یه بچه بودم. به حرفای عاشقانه اولین مردی که سر راش قرار گرفت دل بست. وقتی هم که عموش من رو از خونه انداخت بیرون، کوله بار غممو انداختم رو دوشم و برای همیشه به اون زندگی پشت کردم، به همه چیزش، حتی به احساسم. عماد دوباره گردنشو گرفت، در حالی که حالش از خودش به هم میخورد که قدرتشو نداشت این دختر چش سفید و خفه کنه. گفت: چون بهش پشت کردی تو حسرت دیدار دوبارشی که نامه هاشو بهش پس بدی؟ رجا گفت: میخواستم پسش بدم تا بدون من شوهر دارم، دیگه حتی تو خلوتشم جرأت نکنه به من فکر کنه. عماد با پوزخندی رهاش کرد و گفت: لنگ منو وسط کثافت کاری هاد نکش. میخواست دور بشه، اما رجا بازوشو گرفت. نفهمی چی شد، دخترکو گرفت و رو زمین پهنش کرد. مالکانه روش خیمه زد. رجا دستشو رو صورتش گذاشت و نالید: عماد، باورم کن. چرا باید همچین حماقتی کنم؟ رجا چنان نگاهی بهش انداخت که قلب عماد لرزید. نوازش دستش رو از روی صورتش به سینش کشوند و زمزمه کرد: چون من تو رو. قبل اینکه حرفش تموم بشه زنگ در خونه رو زدن. عماد خودش رو جمع جور کرد و در حالی که می ایستاد گفت:
شازدت اومده. برو نامه هاشو بیار، چون آخرین باریه که میبینیش. عزیزای دل ترانه، مرسی از همراهیتون. امیدوارم از این داستان قشنگم خوشتون اومده باشه. حتما نظراتتون رو برام دربارش بنویسید. مرسی و تا قسمت بعد، خدا نگهدار.